سلام، با خبرهای امروز سه شنبه 31 ایول من طاهر سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط چند گزارشی برنامه. آثار خون در راه، گزارشی خبرنگاران رادیو آزادی از محل کشتار 4 سیاح خارجی و اعلام شدن نام چند نفر که در این جنایت دست داشتند. در واقع ما معین کردیم که اولیه یوسف‌ها، اکا و دودارها در همین شهر نورک استقامت می‌کردیم. بعضی از بانک‌های تاجیکستان انتقال پول از طریق وسترن یونیون و منیگرام را محدود کردند. سرچشمه مشکلات و بخصوص مشکلات مهاجران در کجاست؟ در تاجیکستان قیمت معالجه در شفاخانه‌ها بالا می‌رود. مقامات رسمی می‌گویند مجبورند، ساکنان می‌گویند صحت انسان قیمت ندارد. همه کار مونده در مورد کی سلامتی آدم هیچ یافته نمیشه. تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در عملیات به ضد آنهایی که در کشتار 4 سیاح خارجی دست داشتند 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. وزارت روز 31 ایول با نشر یک بیانیه گفت که این افراد با گروه‌های افراطی و از جمله حزب ممنوع نهضت اسلامی ارتباط داشتند. حزب نهضت این ادعا را بلافاصله رد کرد. پیشتر از بیانیه وزارت امور داخلی تاجیکستان، گروهی به نام دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت حمله روز 29 ایول در دنغره را بر عهده گرفت ولی هیچ دلیل نیاورد. در این روز به گفته وزارت متهمان به جنایت ماشینشان را برای دوچرخه سواران رانده، سپس به آنها با کارد و دیگر اسلحه حمله کردند. همکار ما محمود جان رحمتزاده به محل حادثه رفت و از آنجا چنین گزارش می‌دهد. خب ما در مکان قرار داریم که دیروز با سیاحان خارجی صدمه رخ داده بود در همین مکان است و از ایزی که در اینجا مشاهده می شود این ایز خون سیاحان خارجی است که در این راه ریخته است. عین حال ما در مکان قرار داریم که از شهرک ناحیه دنغره 2 کیلومتر دوری دارد. این واقعیت در این مکان رخ داده است و در این منطقه واردگاه صدموی جای گرفته است و از این طرف و آن طرف ساکنان سوی دوشنبه رهسپار می شوند. شاهدان حادثه نیز میگویند که ماشین از طرف دوشنبه یعنی از سوی شهر نورک و این طرف آمده سیاحان خارجی را که از سوی شهر کلاب شهرک دنغره به سوی دوشنبه رهسپار بودند آنها را در همین مکان زیر کرده است. و روز 30 ایول در نشست خبری رئیس شهر نورک حمله به سیاحان خارجی در دنغره بررسی شد و رئیس شهر اعتراف کرد که 2 ساکن نورک در جنایت دست دارند. در واقع ما معین کردیم که اولیه یوسف‌ها، اکا و دودارها در همین شهر نورک استقامت می‌کردیم. یارو مادرشون است اون چی داشت؟ مادرشون البته یوسف و نبود بیگین معلمه مکتب رقم 5 معلم یک وقت دیرکتر مکتب هم کار کرده بود. خبرنگار رادیو آزادی به محل سکونت 2 جوانی رفت که به جنایت متهم می‌شوند. همکار ما میگوید خویشاوندان آنهایی که به جنایت متهم شدند در صحبت درباره فاجعه خودداری می‌کنند. این زمان به گفته خبرنگار ما مادر 2 جوان را که معلم است 2 دفعه مقامات انتظامی به بازپرسی دعوت کردند. و طبیبان شفاخانه استقلال در شهر دوشنبه صبح امروز گفتند یک شهروند شویتساریا و یک شهروند فرانسه را که در حمله زخمی شدند بعد از معالجه جواب دادند. شهروندی 59 ساله دیگری شویتساریا وضعی سنگین داشته است و در شعبه احیاگری بستری است. سفیر آلمان شام دیروز به عیادت این بیماران آمده است و گفته می شود که 2 سیاح اروپایی در سفارت آلمان در دوشنبه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است آماده است بدون هیچ پیش‌شرطی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واخورده بهبود روابط میان 2 کشور را بحث کند. با گفته دونالد ترامپ اگر رهبران ایران آماده باشند او حاضر است در هر جای مناسب و در هر وقت مناسب با آنها ملاقات انجام بدهد. تهران تا به حال به این پیشنهاد پاسخ نداده است. ماه می رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا از سازش اتمی با تهران خارج می شود چون آن سازش به قول ترامپ وحشتناک است. ترامپ پیشنهاد کرد که به جای سازش سال 2015 با رهبران ایران سازش نوی اتمی امضا شود. ایران گفته است که هیچ سازش نوی را بررسی نمی کند.
نمایندگی بعضی از بانک‌ها در دوشنبه خبر دادند که دیگر از طریق وسترن یونیون و مانیگرام پول انتقال نمی‌دهند. انتقال مبلغ به وسیله این نظام‌های انتقال پولی در تاجیکستان از بهار امسال مشکل شد. شکایت‌های میزبان می‌رسد که پول‌های انتقال داده آنها را نزدیکانشان در بانک‌های محلی زیست گرفته نمی‌توانند و باید به مرکز ناحیه بروند و یا به مرکز ولایت. همکارم عبدالله شرف این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما هست. عبدالله سلام، و چی باعثی پیدا شدن مشکل در انتقال پول شده است؟ سلام طاهر، سبب‌های سر زدن مشکل در انتقال پول وابسته به شرکت‌ها فرق می‌کند. متخصصان مثلا مشکل نظام‌های وسترن یونیون و مانیگرام را به تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه وابسته می‌دانند. در این رابطه من با مسئولان یک انجمن در روسیه صحبت داشتم که همه شرکت‌های انتقال پول از جمله وسترن یونیون و مانیگرام را متحد می‌کند. در این سازمان گفتند که پس از جاری شدن تحریم ها انتقال پول توسط سیستم های بین المللی به کشورهای اتحاد دولت های مستقل به خصوص آسیای میانه دشوارتر شد. هر شرکت انتقال پول مشکلات خود را دارد که از همدیگر فرق می کنند. مشکل وسترن یونیون در کمبود مبلغ نیست. مشکل آنها در تحریم علیه روسیه است، چون شرکت امریکایی می باشد. بنابر تحریم ها این شرکت حق ندارد با برخی از بانک های روسیه همکاری کند. چون همکاری با بانک ها محدود است، وسترن یونیون میان قانونگذاری امریکا و روسیه در تکاپو است. و عبدالله، بانک ملی تاجیکستان و بانک های تجارتی چی میگویند و مشکلی در انتقال پول را چگونه شرح میدهند؟ بانک ملی میگوید فرستادن پول توسط سیستم‌های انتقال مبلغ میان بانک‌های تجارتی و خود سیستم‌ها در علاهیدگی حل می‌شود و بانک ملی به آن دخل نمی‌کند. تا به حال شکایت‌ها از مشکل انتقال پول از ناحیه‌های دوردست کشور می‌رسیدند. بسیاری از نقطه‌های خدمت رسانی بانکی می‌گفتند بنابر کمبود پول از دادن پول‌های انتقالی خودداری می‌ورزند. بنابراین بسیاری‌ها مجبور می‌شوند به مرکز ناحیه و یا ولایت‌ها رفته از بانک‌ها پول فرستاده نزدیکانشان را بگیرند که خرج علاوه‌ای نیز دارد. از این رو در نزد برخی نقطه‌های بانکی نوبت‌پایی زیاد نیز به وجود می‌آید. اما اول این هفته این مشکل در دوشنبه هم به میان آمد. در پسیدر چند از مرکزهای خدمت رسانی‌های بانکی در شهر دوشنبه نوشتجات نصب شد که به انتقال دهندگان سیستم‌های وسترن یونیون، مانیگرام و بست خدمت رسانیده نمی‌شود. اما در اداره مرکزی بانکی اسخط به ما گفتند پرداخت پول در نقطه خدمت رسانی به دلیل پیش آمدن نقص تکنیکی موقتاً قطع شده است. عبدالله، اما نه تنها انتقال پول به تاجیکستان بلکه از آنجا هم فرستادن مثلا دلار مشکل شده است. بعضی از تاجران شکایت میکنند که برای خرید نمیتوانند به فرد خارجی پول بفرستند. این مسئله رو هم شرح میدادی؟ طبق یک دستور بانک ملی که پیشتر صادر شده است، شهروندان تاجیکستان و یا رزیدنت ها حق ندارند به شهروندان خارجی از داخل مبلغ فرستند. رعایت این طلبات توسط سیستم‌های سریع انتقال پول برای همه بانک‌های تجارتی حتمی است و اقتصاددان ها میگویند بانک ملی از این راه تلاش دارد که اسعار خارجی نقد از تاجیکستان بیرون نرود. تشکر عبدالله. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که ممکن است در آینده نزدیک قیمت خدمات بهداشتی بالا رود. مقامات وزارت هفته گذشته گفتند تورم یعنی بی قرب شوی پول و دیگر عامل‌ها آنها را مجبور کرد برای این خدمات مثلا جراحی قیمت ها را افزایش بدهند. شما اگر استخوان بینی را با 550 سومانی جراحی میکردید، حالا قیمت آن 15% اضافه می شود و شما باید 830 سومانی برای این جراحی بپردازید. مولا رجب یوسفی همکار ما همین مسئله را پیگیری کرد. تا چند هفته دیگر رقم‌ها در این نرخنامه وزارت تندرستی تغییر خواهند یافت و بیماران برای طبابت مبلغ بیشتری پرداخت می‌کنند. باید گفت که تندرستی از کمترین بخش‌های جامعه بود که در چند سال اخیر نرخش تغییر نیافته بود، اما ظاهراً مسئولین این بخش از یک معرکه بالا بردن نرخ‌ها در جامعه خفا ماندنی نیستند. مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میگویند با در نظر داشت گرانشوی بعضی محصولات نرخ خدمات طبی تا 15% بالا می رود. البته این وابسته از مواد سر که شما شدید ببینید این روز یک مواد سر از دیگر دولت ها وریدشان بنابراین شما شدید ببینید
این بود تو به اساس چه برای رئیس هستم. تاجیکستان خود را دولت اجتماعی معرفی کرده است و بخش تندرستی یکی از دو ساحه حمایت شونده بودجه به حساب می رود. یعنی حتی وقتی ضرورت اختصار بودجه به میان آید مبلغ این بخش ها کاهش نمی یابد. ضمناً همه ساله یک قسم نظررس بودجه تاجیکستان برای بخش تندرستی جدا می شود. ساکنان با تکیه به این میگویند خبر بلند شدن نرخ طبابت آنها را نگران کرده است. بودی مردم فقط باید قیمت نشه باید همین این خواهد بالاتر دیگه هم دارم پیش کی میدونی 10 تومن سپاری پیش کی فلان جا همش هست همین چیزا هست برای ضرر به مردم به حد بسیارتر همین کار مونده در کی سلامتی آدم هیچ یافته نمیشه. نموز یک دورو خریدن قین است. برخی ها هم میگویند اگر نرخ بالا رود مجبورند دیگر راههای طبابت را جویا شوند. من اگر تمام دیگه نمیبریم بعد کسل هم وای میکنیم طبیب خلقی میریم دیگه چیکار کنیم. ما میرویم به خوجند که هفته گذشته در آنجا دیگر باره مسئله بنیادی پیکره محتشم تیمور ملیک یک قهرمان تاریخی را به میان گذاشتند که نام او برای مقاومتش به لشکری عظیم چنگیزخان در تاریخ مانده است. دانشمندان تا حال بحث داشتند پیکره را در کجای خوجند بگذارند، در مرکز شهر یا کنار رودخانه سیر. گزارش را از همکاران ما درباره مکان آینده پیکره تیمور ملیک میبینیم. اگر همین گذرگاه شود اگر آدم‌ها میتوانند روزهای عید و جزیره گذشته تیمور ملیک را زیارت میکنند، تماشا میکنند. مقامات خوجند میگویند شاید مجسمه قهرمانی تاریخی تاجیکان تیمور ملیک در همین جزیره در رودخانه سیر گذاشته شود. جزیره‌ای که گویا در آن 1000 سرباز بر ضد لشکری عظیم چنگیزخان مقاومت میکردند. از روی معلومات‌های سرچشمه‌ها تیمور ملیک اطراف جزیره را مستحکم کرده، دیوارهای بلند ساخته این جزیره را به یک قلعه مستحکم تبدیل یافت. بنا به معلومات تاریخی لشکر چنگیزخان سال 1219 به اصطلاح دولت خوارزمشاه شروع کرد و تا به اینجا رسید. تیمور ملیک از آن سرلشکران به حساب می رود که شکستی سخت به مغول ها وارد کرده است. با ساحل دریا رفته با لشکرهای خود شبانه به مغول ها هجوم کرده با برمیگشت. مغول ها چند مرتبه خواستند که همین جزیره را اشغال کنند اما آب روانی سردریا امکانیت نمیداد که آنها از پکی گذرند. مغول ها حرکت کردند که از کوه مغول سنگ ها را آورده دریا را بسته به جزیره گذراند. اما شبانه تیمور ملیک با لشکران خود این راه گذرگاه مغول ها را ویران میکرد. بحث گذاشتن پیکره تیمور ملیک سالهاست در سوخت ادامه دارد و اول قرار بود در اینجا در جای مجمع استقلال گذاشته شود. بعداً مقامات تصمیمشان را دیگر کردند. این مجمع محتشم را در خوجند مرکز مأموری ولایت بنیاد کردند. خطر با هفته پیش در همین نزد رئیس ولایت این مسئله بررسی شد. معاونا بودن، من خودم اشتراک کردم. باید گذاشتن مجسمه در همین چی بود؟ استروف جزیره‌ای که خودش هم برنامه تیمور ملیک ما تا امروز میگوییم در جزیره گذاشتن مجسمه تیمور ملیک. این مسئله هست. بحثی اساسی برای بنیاد پیکره تیمور ملیک سری مکان پیکره است که کجا باشد، در جزیره به نام خودش یا جای دیگر. حالا اگر تصمیم هم بگیرند معلوم نیست آن کی در خوجند قامت می‌افروزد. و خبری ورزشی، دسته منتخبی نورسان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی حساسیت فوتبال آسیای مرکزی جای سوم را گرفت و نشانی برنجی را به دست آورد. در این مسابقات که از 22 تا 30 ایول در شهر تاشکند دایر شد، دسته های نورسان تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان و ترکمنستان و ازبکستان و ایران شرکت داشتند. و برنامه را اینجا به پایان می‌بریم. برای دریافت اخبار بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت می‌کنیم که نشانه‌اش را می‌دانید. azadi.org، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم از ماست.